بدون هیچ شکی کریستوفر نولان یکی از بهترین و خلاق‌ترین کارگردان‌های حال حاضر هالیووده. کسی که با آثارش طیف گسترده‌ای از احساسات رو تو دلمون و یه دنیا سوال درگیر کننده و پیچیده جذاب رو تو ذهنمون به جا گذاشت. کسی که اونقدر با آثارش تاثیرگذار بوده که فقط لازم اسمش با یه پروژه گره بخوره تا حتی یه فیلم زندگی نامه به ظاهر خسته کننده 3 ساعتش هم نزدیک به 1 میلیارد دلار بفروشه. اما بعد از اینکه تریلر آخرین فیلمش یعنی اودیسه پخش شد، به جای استقبال عظیم بیشترین تعداد دیسلایک رو بین تمام آثارش به دست آورد. و به جز این یه موج عظیمی از انتقادات هم علیهش شکل گرفت. چرا؟ چون بالاخره اون اتفاقی که نباید برای نولان هم افتاد. پذیرفتن قواعد و استانداردهای دوست نداشتنی جدید هالیوودی. همون قوانینی که تا الان چیزی به جز یه مش افتضاح چرک و مسخره و حال به همزن به وجود نیاورده. ولی خب چرا یه شخصی مثل کریستوفر نولان هم باید توی این بازی هالیوودی بیفته؟ تو این ویدیو قراره در مورد همین موضوع صحبت کنیم. پس با فیلمچی همراه باشید. سلام عزیزای دلم، خوبین؟ امیدوارم که خودتون و خونوادتون سلامت باشین و اون عزیزانی که متاسفانه دیگه بین ما نیستن هم روحشون شاد و در آرامش باشن. اتفاقاتی که طی 5 ماه گذشته رخ داد، شاید تا قبل از این فقط تو فیلم‌ها انتظار دیدنشون رو داشتیم، ولی خب از بعد روزگار ما تجربهشون کردیم. یه تجربه دردناک و ترسناک که احتمالاً هیچ وقت نمیتونیم فراموشش کنیم. اما خب چه میشه کرد که زندگی ادامه داره و ما محکوم به ادامه دادنیم با هر سختی که میخواد داشته باشه. زندگی دشواری وظیفه است. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که آرزو میکنم که دیگه هیچ وقت این تجربیات برامون تکرار نشه و بجاش بتونیم بالاخره روی خوش زندگی رو ببینیم. بریم سراغ ویدیو. وقتی برای اولین بار خبر ساخت فیلم اودیسه توسط نولان منتشر شد، تقریبا میتونم بگم که تمام دوستداران سینما از شنیدن این خبر هیجان زده شدن. کریستوفر نولان با اون نبوغ خاص خودش قرار بود یکی از حماسی ترین و جذاب ترین افسانه های تاریخ بشر رو به سبک خودش رو پرده های سینما بیاره. چی میتونه از این هیجان انگیزتر باشه؟ اونم در حالی که همه چیز روی کاغذ واقعا فوق‌العاده به نظر میرسه. از تیم بازیگری تقریباً عالی تا تصاویری که روز به روز از پشت صحنه و اون کارای عجیب نولانی منتشر میشد. ساخت کشتی تو ابعاد واقعی، ساخت اسب تروجان تو ابعاد واقعی، حتی ساخت سایکلوپ تو ابعاد واقعی و کلی چیزای عجیب و غریب و فنی دیگه که فقط از نولان انتظار میره. اما رفته رفته با انتشار اخبار متناقض و بحث برانگیز از انتخاب بازیگرهای نامناسب برای نقش‌ها و پخش شدن اولین تیزر فیلم و طراحی جنجالی زره آگاممنون، کلید شروع انتقادات از این فیلم زده شد. ولی خب تا اینجای کار حجم و شدت انتقادات اونقدری نبود که بخواد از ریشه و به شکل عمده کل اثر و هدف قرار بده، تا اینکه تریلر نهایی و البته لیست کامل بازیگرها و نقش‌هاشون منتشر شد و اینجا بود که سرتیتر تمام اخبار سینمایی و منتقدین و سوشال مدیا اختصاص پیدا کرد به اودیسه تا اثر جدید نولان به یه فاجعه فرهنگی رسانه‌ای تمام و عیار تبدیل بشه. بذارید اول از تیم درخشان بازیگری شروع کنیم. مت دیمن در نقش اودیسیوس، آن هاتوی در نقش پنلوپه، تام هالند در نقش تلماکوس، شارلی استرون، رابرت پاتینسون، جان برتال، میا گاس، بنی سفتی و البته زندایا که داره به نسخه مؤنث پدرو پاسکال تبدیل میشه و هر طرف هالیوودو که نگاه میکنی تو چش تو. من واقعا نمیدونم چرا، چون حداقل پدرو یه توانایی بازیگری خوبی داره، اما زندایا رو به هر صورت قبول دارم که احتمالاً تا همین جای کستم یه مقداری میشه بحث کرد، مثل انتخاب زندایا به عنوان الهه خرد. اما ماجرای اصلی به خاطر نفرات بعدی شکل گرفت. لوپیتا نیونگو در نقش هلن آف تروی، زیباترین بانوی یونان باستان، و الن لیوت پیج احتمالاً در نقش آکیلس یا همون آشیل، قهرمان اسطوره‌ای یونان باستان.
انتخاب این دو بازیگر برای این دو نقش به حدی جنجالی شد که بحث‌ها از مخاطب عام و حتی منتقدین سینمایی به اخبار رسمی تلویزیونی رسید. آره خب قبلا هم نمونه‌هایی از این شکل تغییر نژادها رو تو آثار هالیوودی دیدیم. پری دریایی سیاه‌پوست، الف سیاه‌پوست، سفید برفی قهوه‌ای و البته این اواخر هم سوروس اسنیپ سیاه‌پوست. هر کدوم از اینا کلی حاشیه و جنجال و نارضایتی بین فن بیس مخصوص خودشون به وجود آوردن. اما چیزی که مسئله اودیسه رو خیلی جدی‌تر و بزرگتر از موارد قبلی میکنه اینه که اودیسه هومر یه داستان و دنیای تماماً فانتزی مثل لورد آف رینگز یا هری پاتر یا قصه های پریونی دیزنی نیست. این یه داستان حماسی، تاریخی، فرهنگیه که قطعاً و مشخصاً مرتبط با یونان و اسطوره شناسی اون منطقه جغرافیاییه. نزدیکترین مثال براش واسه که بتونیم بهتر درک کنیم شاهنامه خودمونه. و مورد بعدی هم این که کریستوفر نولان قرار بود این فیلمو بسازه، نه یه تیم کارگردانی درجه چندمی هالیوودی که صرفا یه سری آی پی پرطرفدار در اختیارشون قرار بدن تا گم بزنن بهشون. تو همون موارد قبلی یعنی داستانهای صرفا فانتزی هم تغییر نژاد غیر قابل قبوله و بعضاً به هسته و معنی اصلی داستان ضربه میزنه. مثلا کاراکتری که اسمش به معنای واقعی کلمه سفید مثل برفه منطقاً نباید یه بازیگر لاتین نقشش رو بازی کنه، حالا جدای از این که کل اون پروژه آشغال به تمام معنا بود. یا در مورد سریال جدید هری پاتر میتونم بگم که تنها شخصیتی که نباید سیاه پوست می بود سوروس اسنیپه که تو هر چپتر داستان مستقیما با ظاهری سفید رنگ پریده توصیف میشه و به جز این سیاه بودن اسنیپ کل مفهوم بکستوری این شخصیت رو هم عوض میکنه. در مورد این انتخاب هایی که برای اودیسه هم گرفته شده اضافه بر این که فراتر از یه داستان صرفا فانتزیه، تمام این مواردی که گفتم هم صدق میکنه. هلن آف تروی زیباترین زن جهان، کسی که هزاران نفر برای نجات دادنش خودشون رو به خاک و خون میکشن، تو منبع اصلی با یه ظاهر فراتبیعی، الهه‌گونه، درخشان و با موها و چشمها و البته پوست روشن توصیف شده که تقریباً 99% این توصیفات با بازیگری که براش انتخاب شده در تضاد کامله. خب این یعنی چی؟ یعنی ما یه مش آدم نژاد پرستیم که داریم میگیم یه زن سیاه‌پوست نمیتونه فوق‌العاده زیبا باشه؟ معلومه که نه. اتفاقاً لوپیتا یکی از زیباترین بازیگران زن سیاه‌پوست حال حاضر هالیووده. بحث اصلی سر اینه که این بازیگر نباید به عنوان این کاراکتر به خصوص انتخاب میشد. مثلا میشد به راحتی نقش یکی از الهه‌های یونانی رو بازی کنه، چون اون موقع میشد از دل داستان براش یه منطقی در آورد. به خاطر اینکه بارها تو توصیفات افسانه‌ای و تاریخی اسطوره‌های یونانی به این اشاره شده که خدایان ظاهر یکسان و مشخصی ندارن و حتی میتونن برای نژادها و افراد مختلف به شکل ظاهری خودشون ظاهر بشن و این تازه در صورتیه که مجبور باشی از یه بازیگر سیاه‌پوست توی اقتباس سینمایی از اسطوره‌های اروپایی استفاده کنی. اما وقتی تو میخوای اقتباسی از یه اثر که از دل یه خواستگاه فرهنگی تاریخی مشخص بیرون اومده بسازی، ابتدایی ترین کاری که باید بکنی اینه که 100% به منبع اصلی از هر نظر وفادار بمونی. نمیدونم واقعا نیازه که تمام این توضیحات رو درباره انتخاب الیوت پیج در نقش آشیلم تکرار کنم، چون تو مورد قبلی حداقل میتونستم جدی و منطقی صحبت کنم، اما توی این مورد اگه واقعا اتفاق بیفته احتمالا قراره به مسخره ترین جوک تاریخ سینما تبدیل بشه. اینکه یه بازیگر ترنس با یه فیزیک بدنی ضعیف میخواد نقش مردترین و عضلانی ترین و جنگجوترین و پر افتخارترین قهرمان اسطوره تاریخ بشر رو بازی کنه. اما خب بیاید امیدوار باشیم که این یه مورد اتفاق نیفته، چون هنوز رسما تایید نشده و ممکنه الیوت پیج برای شخصی به اسم الپنور جوون ترین همراه اودیسیوس در نظر گرفته شده باشه. و البته اگه فکر میکنی این مسخره بازی‌های جهنمی تموم شده، باید بگم که خیر، تراویس اسکات، آره
همون رپر معروفه قراره توی این فیلم حضور داشته باشه به عنوان راوی اصلی داستان و حتی بعضی از شایعات میگن که احتمالاً بخشایی از داستان رو با بیت ترپ قراره روایت کنه. اما میدونید چی بیشتر از همه اذیتم میکنه؟ اینکه داریم درباره فیلم کریستوفر نولان صحبت میکنیم، کارگردانی که اونقدر توانمنده که تقریباً کاری نیست که از پس انجام دادنش برنیاد. اگه یادتون باشه زمانی که داشت فیلم اوپنهایمر رو میساخت یه شایعه میمتور پخش شده بود که چون نولان عقیده‌ای به استفاده از CGI نداره میخواد واقعاً بمب اتم منفجر کنه. این مشخصاً قرار نبود اتفاق بیفته، اما وقتی اسم نولان پشتش میومد اونقدرم غیر واقعی به نظر نمی رسید، چون خب بالاخره قبلش سابقه منفجر کردن یه بوینگ 747 واقعی رو داشت. منظورم از تمام این حرفا اینه که به نظرم احتمالاً هیچ کس نمیتونه نولان رو مجبور به انتخاب یا عدم انتخاب چیزی، روندی یا حتی بازیگری کنه و هر اون چیزی که تو پروسه ساخت اودیسه داره رقم میخوره تصمیم شخص خودشه. خودش تیم بازیگری رو انتخاب کرده، خودش یه نسخه خاص از ترجمه داستان اودیسه که توسط یک مترجم چپگرای فمینیست افراطی یعنی امیلی ویلسون نوشته شده رو برای اقتباس فیلمش انتخاب کرده. خودش تایید کرده که توی این اثر حماسی ادبی از واژه‌هایی مثل لیتس گو یا ددی استفاده بشه و ایناست که اذیت کننده است، چون از نولان همچین انتظاری نمیرفت. قطعا نمیتونم بگم که این فیلم 100% قرار شکست بخوره. برعکس حتی ممکنه قشر بزرگی از مخاطبین و منتقدین رو هم راضی کنه و در نهایت هم فروش خیلی بالایی رو به دست بیاره. اما چیزی که میشه گفت اینه که اعتماد قاطع طرفداراش رو به احتمال خیلی زیاد از دست میده. در آخر نظر شما در مورد اودیسه نولان چیه؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید و لایک این ویدیو و سابسکرایب به چنل فیلمچی رو هم فراموش نکنید. مرسی از اینکه همراه من بودید.